مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 1 شهر پنجکند یکی از مؤسسه‌های کلانترین به حساب می‌رود که در آن 2450 نفر خوانندگان فراگیر تعلیم و تربیت بوده، با آنها 100 نفر آموزگاران درس میگویند. در روز دانش در صحن مؤسسه جمع‌آمدی تنتنوی برگزار گردید که در آن نماینده مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند، مدیر شعبه کار با زنان و عائله، همزیر زمانی متن تبریکاتی رئیس شهر پنجکند، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عبدالخالق خالقزاده را به سهم حاضرین رسانید. آموزگاران و خوانندگان عزیز، حاضرین محترم، حالا من به سهم شما شادباشی رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده را به مناسبت آغاز روز تحصیل و روز دانش می‌رسانم. آموزگاران و خوانندگان عزیز، امروز سال نوی تحصیل و روز دانش با درس صبح در همه مؤسسه‌های تعلیمی مملکت آغاز می‌شود و هزاران نفر طالب علم با امید و آرزو پس میز درسی می‌نشینند و از شما استادان و آموزگاران ارجمند درس حیات، خودشناسی و وطندوستی از بر می‌نمایند. این روز و 34مین سالگرد استقلال وطن عزیزمان را که در آستانه‌اش قرار داریم، با کمال صمیمیت از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و شما آموزگاران ارجمند، خوانندگان و والدان محترم مبارکباد می‌نمایم و برایتان روزگار آباد و در تعلیم و تربیت نسل نورس از بر نمودن دانش‌های زمانوی برای کامیابی آرزو می‌کنم. سروری مؤسسه سلامت رسولова در صحبت با ما قید کرد که دستاوردها در سال خونش 2024-2025 خیلی نظررس بوده. مؤسسه پورراه از تعمیر برآورده شد. اینچنین به زمستان گذرانی پورراه آماده است. پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان در پیام خود برای دستگیری نمودن آموزگاران و زیاد نمودن معاش آنها بسیار دستگیری های زیاد نموده ایستادند. من در پیام نوبتی خود از ماه سپتامبر سال جاری علاقه معاش آموزگاران 30% زیاد کرده می شود که این غمخواری نسبت به آموزگاران می باشد. خیلی که در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان امروز 1 سپتامبر روز دانش درس اول درس صبح آغاز می شود. من از نام خودم و از نام کلی مردم شرفمند تاجیکستان تمام آموزگاران تاجیکستانی صاحب استقلال را با این جشن مبارک تبریک و تهنیت گفته و آنها پیش از همه صحت سلامتی و در کارهای پداگوگیشان موفقیت ها آرزو می نمایم و خیلی که امروز قدم های نخستین خود را خوانندگان صنف 1 به آستانه علم و معرفت میگذارند. با آنها همین را گفتنیم که باید که آنها در دانش اندازی سهم‌گذار باشند و مؤسسه خود را دوست دارند و به خلق و وطن خود خدمت نمایند. سال گذشته در مؤسسه تعلیمی ما بسیار کارهای نظررس به انجام رسانیده شد. در آن بسیار خوانندگان مؤسسه تعلیمی در المپیاد آزمون‌ها اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان شدند که این البته با زحمت و کوشش‌های تمام آموزگاران میباشد. من و خوانندگان همین را گفتنی هستم که سال خوانش نو سال 2025 و 2026 که امروز آغاز می شود، خوانندگان باید که با خوانش خوب و اعلی و انتظام نمونوی جانبست نمایند و در آزمون و المپیاده هایی که از طرف راهبر دولت که بسیار آزمون ها را آن کس به اقدام گرفتند و مانند آزمون فروغ سپیدانای کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من، این فروغ معرفت و مانند اینها خوانندگان اشتراک نموده آبروی پنجکند باستانی را بلند بردارند. مؤسسه ما در سال خوانش نو آمادگی بسیار دیده ایستادند
در همین مؤسسه ما از تعمیر جاری و پرراه برآورده شد. تمام سینخانه ها برای قبول خوانندگان یعنی آماده می باشند و آموزگاران نیز کوشش و غیرت به آن دارند که خوانندگان خود را در روحیه وطندوستی و وطنپروری تربیت نمایند. آموزگاران باشند با افتخار قید می نمایند که شاگردانشان در دانشگاه‌های عالی کشور تحصیل کرده امروزها باشد در ساحه‌های مختلف کار و فعالیت دارند. اولا السلام علیکم همدیاران عزیز و گرامی قدر من. ای بلبلکان باغ دانش، شادانه ترانه ها مبارک، باز آمده از فصل خوانش، تحصیل نوی شما مبارک. من در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 طی 38 سال باز کار و فعالیت دارم. مکتب خانه دومی من. مکتب دانش و علم و معرفت برای همه اهل بشر می آموزد. بنابراین من از انتخاب کسبم خیلی خرسندم، زیرا شاگردان مهربان من که در مؤسسه های گوناگون معلمه، آموزگار در ساحه های طب هم مثلا خلیفه مسعود جان، نظام و لاله گفته می توانم نیلوفر کنجایوه و هاکذا در همه مؤسسه ها کار و فعالیت دارم. من خیلی از این خرسندم. بنابراین در مکتب ما آماده هستیم که همه خوانندگان، شاگردان طالب علمان را به مؤسسه ما قبول نماییم. با ابتکار محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت امام علی رحمان که رو به معارف آوردند و همه مؤسسه ها را تا به درجه ما به فعالیت تیار نمودیم. این همه غمخواری های پرزیدنت جمهوری ما امام علی رحمان می باشند. بنابراین من به شخصا و همه آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه رقم 1 به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای غمخوارانه پدرانه‌شان صدها تشکر میگوییم. و باز گفتنی هستم که در این مؤسسه بسیار خوانندگان و بسیار آموزگاران کار و فعالیت نموده. امروز که درس صبح، درس دانش است، همه ما به درس تیار هستیم، آماده هستیم که همه خوانندگان را به صنف و مکتب قبول نموده به آنها دانشی چقور دهیم. از فرصت استفاده برده همه آموزگاران، همه کارکنان معارف، همه خوانندگان، طالب علمان، دانشجویان را با سال نو تحصیلی 2025 و 2026 تبریک و تهنیت میگویم. خوانندگان صنف 11 در روز نخست با خوانندگان صنف 1 صحبت ها نموده منفیت درس صلح و من بعد آنها را به افتخار وطن دوستی و میهن پرستی هدایت ها می نمودند. من شادمان و نگینه، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1. اولا آغاز سال نو خوانش روز دانش را با کل داوطلبان و استادان عزیز تبریک و تهنیت می نمایم. مورد ذکر است که همه ساله در این روز چون انعنه در تمام مؤسسه های تحصیلاتی جمامت ایدانه برگزار می گردد و با همین درس صبح آغاز می یابد. من وفای نازیه خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 1 می باشم. واقعا صلح نعمتی به‌بها بوده، خصوصا برای ساکنان وطن عزیز ما تاجیکستان ارزشی بزرگ دارد، زیرا مردم ما صلح و آبادی را با تحملات زیاد و دشواری‌ها به دست آوردند. نسل نوروز و جوانان امروزه باید از سبق گذشته آموزند و برای تحکیم صلح و ثبات در کشور تلاش نموده در حفظ و استواری دولتداری ملی سهم سزاوار خویش را گذارند. از این رو ما باید به قدر صلح و آرامی رسیدیم. زنگ نخستی باشد گوارا، شادی فزاید دلهای ما را، شیرین صدایت چون ساز دیرا، بس دلنشینی بر دل و بنا.
گزارش غیب‌الله محمدیوف، طلبشاه تاشید.